میخوابید حتما دعای خواب بخونید. دعای خواب اینه: بسمک اللهم وضعت جنبی و بک ارفع، بسمک اللهم اموت و احیا، بسمک اللهم وضعت جنبی و بک ارفع، ان امسکت نفسی فارحمها و این ارسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادک الصالحین. به نام تو میمیرم و به نام تو زنده میشوم. خدا باید اجازه بده. خواب برادر مرگه. خیلی ها خوابیدن دیگه بلند نشدن، تو خواب سکته زدن. پس وضو بگیر، آیت الکرسی بخون، تو این دو تا کف دستت قل هو الله بخون 3 بار، معوذتین بخون، فوت کن، بکش بمال به کل بدنت، فوت خودت. وضو بگیر، رو به قبله، دست زیر سرت، رو دست راست که فشار به قلبت هم نیاد. سنته که رو دست راست بخوابید تا قلبت آزاد باشه. بعد این دعا رو بخون: به نام تو 2 تا پهلومو گذاشتم، بسمک اللهم وضعت جنبی.